این هفته در پژواک ماجرای شفای آلیسا. گفتگوی هفته تعمید آب. دوستان عزیز سلام بهتون میگیم. خدا رو شکر میکنیم برای یک فرصت دیگه برنامه 111 پژواک. ادوین کشی شاپنوس هستم و خوشحالم که دوستان عزیز خدمت شما دوستان گرامی برادران و خواهران عزیزم در مسیح هستیم. منم اشکان املشی هستم. یک بار دیگه در خدمت شما هستیم با برنامه پژواک. این بار با موضوع تعمید آب، به خصوص شاید تمرکزمون رو بیشتر روی تعمید آب فرزندان یا کودکان بگذاریم. دوست داریم شما عزیزان از زمینه‌های متفاوت، چه آشوری، چه ارامنه، چه فارس‌ها که هر کدوم دیدگاه متفاوتی در این زمینه دارید با ما صحبت بکنید، نظرات شما رو نیز در برنامه داشته باشید. بنابراین در این برنامه همونطور که اشکان جان گفت ما تلاش خواهیم کرد که این موضوع حداقل مقدمه‌اش رو مطرح بکنیم. همونطور که میدونید خیلی از موضوعاتی که انتخاب میشه برای مدت‌های طولانی، شاید برنامه‌های متفاوت و گوناگون در موردش صحبت کرد، ولی به خاطر ضیق وقتی که هست و به خاطر افراد متفاوتی که دارن برنامه ما رو نگاه میکنن مجبور هستیم که اطلاعات رو مقدار محدود بکنیم، ولی به هر حال سعی خواهیم کرد که از زاویه‌های تازه به موضوعاتی که در برنامه مطرح میشه نگاه کنیم. بله. خب یک بار دیگه شما رو تشویق می‌کنیم از طریق تلفن‌ها، یاهو مسنجر و فیسبوک در حینی که برنامه پخش میشه با ما ارتباط برقرار کنید. دوست داریم صدای شما عزیزان رو داشته باشیم، ولی بیش از این صحبت نکنیم. به این بخش بعدی برنامه، بخش اخبار، جنیفر جان با شما خواهیم بود. با درود بر شما بینندگان گرامی برنامه پژواک، جنیفر هستم و خوشحالم که امروز هم پس از یک هفته میتونم با برنامه زنده در خدمت شما باشم. خب گزارشات زیاد هست و وقت ما محدود. یکی از خبرهای داغی که هر وقت روزنامه ها رو میخونیم و برنامه اخبار رو تماشا میکنیم حتما میشنویم، داستان تحریم های جدید که برای ایران تعیین میشه، از کره جنوبی گرفته تا کشورهای اروپایی و به نظر میاد به زودی ژاپن هم به فهرست کشورهایی که ایران رو تحریم کردن اضافه میشه. اما خب مسئولان دولت کشور ما یا بسیار خوشبینن و یا اینکه هنوز در انکار به سر میبرن. واقعیت‌های کشورهای اروپایی نشون دهنده اینه که آمادگی وارد شدن به تحریم نفت ایران رو به صورت جدی ندارن. شما از مذاکرات اونها متوجه خواهید شد که خوشبینانه ترین حالت درخواست 3 ماه تعویقه و به صورت معمول از 1 سال تأخیر انداختن این تحریم ها حرف میزنن. هم ما وضعیت اقتصادی و نیازهای انرژی این کشورها رو میدونیم، هم خودشون میدونن. وضعیت بازار انرژی در دنیا هم وضعیت مشخصیه، هم میزان عرضه معلومه، هم میزان تقاضا، هم امکان اینکه با روش‌های موقت و اضطراری بشه نیاز بازار رو برای مدت محدودی تعیین کرد، اون هم محدوده زمانیش معلومه. بیشتر در قالب یک نوع جنگ روانی و ایجاد یک فضای تبلیغاتی خیلی اظهارات گفته میشه. یکی از موضوعاتی که خیلی توی رسانه ها مطرح میشه اینه که ما سانسور نداریم، حق بیان وجود داره و خلاصه دولت ما که دولت کمونیستی و دیکتاتوری نیست که، بنابراین همه آزادیم که عقیده های خودمون رو بیان کنیم. ولی خب وقتی وسایل ارتباط جمعی واژه ها رو عوض میکنه و یا اصلا حذف میکنه، این که آزادی نمیشه. مثلا هر وقت در پیامک از واژه سبز استفاده میکنیم، دستگاه به صورت خودکار واژه سبز رو تبدیل میکنه به اسمش و نبر، یا واژه دلار تبدیل میشه به پول شیطان بزرگ و یا اصلا گوشی همراه از ترس قفل بشه. راجع به اینکه به پیامک هایی که توش دلار هست ارسال میشه یا نمیشه، من نه به حرف خبرگزاری ها کار دارم، نه جوابیه ایرانسل و الان یه دونه جدیدش هم اومده، گل بود به سبزه نیز پیوسته شد، علاوه بر آراسته شدن. خودم میخوام امتحان کنم جلو دوربین ببینم آقا اگه همچین چیزی صحت داره بعد راجبش حرف بزنیم، چون اگه همچین چیزی صحت داشته باشه که دلار رو نشه با پیامک ارسال کرد، از این به بعد مثلا 1645 هم باید فیلتر بشه، 1646 1647 بگی برو 1921 1998 1999 2000 هم باید فیلتر بشه، یا مثلا باید پوندم فیلتر بکنیم، ین رو هم فیلتر کنیم، یوان چین، درهم امارات و حتی پیش اومده که روپیه هم باید فیلتر بشه، چون بالاخره چه کاری آدم راجع به روپیه در پیامک حرف بزنه، یا اینکه مثلا باید ناصر خسرو هم فیلتر کنیم،
چون از کجا معلوم کسی که داره راجع به ناصر خسرو حرف میزنه شاید راجع به چی داره حرف، کجا داروی نایاب تو ناصر خسرو نباید مردم تو پیامکاشون بر هم بفرستن. یا عزیزم، آقا ما از کجا بدونیم شما اون کسی که عزیزم براش نوشتی، مثلا گفتی که من دارم میام عزیزم، بعد این مربوط به گوریلنگوریه، مربوط به سرندیپیتیه، شما به کی فرستادی؟ مرد حسابی خجالت نمیکشین؟ عزیزم چیه تو پیامک؟ حالا من امتحان میکنم ببینم که آیا پیامک. اینجا مواد لازم، 2 گوشی داریم، این گوشی مال منه، این گوشی مال عرفانه. میخوام همین الان آنلاین امتحان کنم. اگه نویزی روی آنتن به گوش مبارک اصابت کرد، به من چه که اصابت کرد، چون من دارم امتحان میکنم روی آنتن. بذار تکست مسیج فارسی هم می-نویسم که داش دلار نمنه. آها، اینم علامت سوال. نه انگلیسی زدم علامت سوالشو، فارسی. آها ببین زدم داش دلار نمنه امروز دجراخ سند. اگه این حرف صحت داشته باشه الان نباید این SMS به این موبایل برسه. البته دیده شده که در شرایط عادی خیلی SMS ها نمیرسه. حالا در شرایطی که ما داریم برنامه رو ضبط میکنیم SMS برسه یا نرسه. 1 سال گذشت، 2 سال گذشت، 3 سال گذشت. پام پام پارا پام 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 رام پام پارا پام ای بام بام بام. پس بنابراین از این به بعد SMS حاوی دلار مستهجن محسوب میشه. خجالت نمیکشی؟ بابات ببینه SMS راجع به دلار دادی چی میگه بهت؟ من خودت هستم. پام پام پارا پام 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 پارا پام 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 پام. چرا آخه خب به حق چیزهای ندیده. تنها جرم نورالله قبیطی زاده ایماندار خوزستانی پیروی از عیسی مسیح، او که برای انکار عیسی مسیح تحت فشار است درخواست 1 جلد کتاب مقدس دارد. به گزارش خبر مسیحیان فارسی زبان به نقل از منابع مسیحی در شهر اهواز مرکز استان خوزستان، اکنون بیش از 1 سال از بازداشت نورالله قبیطی زاده یکی از ایمانداران کلیسای خانگی خوزستان در شهر دسفول می‌گذرد. از برادران و خواهران مسیحی خواهش می‌کنم برای این برادر عزیز در دعا باشین، برادر عزیزی که به خاطر ایمان مسیح خودش در جفا به سر میبره و امید داریم که این جفاها و فشارها فرصت بیشتری رو برای کلیسای مسیح ایجاد کنه تا به نام مسیح شهادت داده بشه. خب دوستان عزیز، با ما همراه باشید. با بخش‌های بعدی برنامه پژواک از شما دعوت می‌کنم در بخش گفتگو و پرسش هفته به ما ملحق بشید. خب این هم از اخبار و شوخی هایی که توی گزارشات برنامه پژواک مشاهده میکنیم. البته شوخی هایی هستش که ما درستش نمیکنیم، اینا به هر حال توی تلویزیون ایران و جای دنیا وجود داره. ما این رو جنیفر عزیز گزارش میده. بله، البته ما در بخش سوال پرسش و پاسخ این هفته در مورد محبت خدا کمی صحبت خواهیم کرد. امیدواریم که بتونیم یه مقدار واقعا مردممون رو از اون دیدی که شاید نسبت به خدا و مذهب و بستگی ها هست بیرون بیاد، چون واقعا خدا ما رو آزاد آفریده، نه آزادی به معنی اینکه هر کاری خواستیم بکنیم، ولی
تا این حد ما رو محدود نیافریده که نتونیم با هم ارتباط برقرار بکنیم. امیدواریم که به هر حال بتونیم در طریق برنامه پژواک بازتابی باشیم از محبت خدا امروز بر خانه‌های شما. دوستان عزیزی که پرسش از کتاب مقدس دارید، میتونید پرسش‌های خودتون رو یا از طریق فیسبوک یا از طریق ایمیل و یا میتونید به ما زنگ بزنید به برنامه پژواک و برای ما ارسال بکنید و ما این پرسش‌هایی رو که از کتاب مقدس برای ما میفرستید رو در بخش پرسش و پاسخ برنامه پژواک که بعد از اخبار معمولاً اون رو انجام میدیم تلاش میکنیم که پاسخ بدیم. بنابراین دوستان عزیزی که تا الان برای ما پرسش‌ها ارسال کردن ازتون تشکر میکنیم و شما دوستانی که تا الان شرکت نکردید شما رو هم تشویق میکنم به جمع دوستان عزیز پژواک بپیوندید. همینطور تشکر میکنیم از شما عزیزان که ما رو مانند کلیسای خودتون محبت میکنید، همیشه پیغام‌های خودتون رو برای ما میفرستید، با ما در ارتباط هستید. ما هم سعی میکنیم که در وظیفه خودمون نسبت به شما وفادار باشیم، نسبت به کلام خدا همینطور. خب با هم دیگه بریم به بخش بعدی برنامه. شما رو خواهیم دید در بخش پرسش و پاسخ. با ما باشید. در ادامه برنامه آلیسا و ملاقات وی با مسیح. آیا عضو صفحه فیسبوک پژواک هستید؟ با عضویت در فهرست دوستان پژواک شما قادر خواهید بود گزیده بخش‌هایی از برنامه هر هفته را تماشا کرده و در گفتگو با کاربران در مورد موضوع هفته همراه باشید. برای جستجوی صفحه پژواک آیدی پژواک شو را تایپ نمایید. دوستان عزیز، میخوام از این فرصت استفاده کنم و وبسایت آموزشگاه مجازی کتاب مقدس رو خدمتتون معرفی کنم. شما از طریق این وبسایت قادر خواهید بود به بیش از 700 درس الهیاتی به صورت صوتی و مقالات و کتاب‌های مسیحی دسترسی داشته باشید. این وبسایت در صدد تهیه و تدارک دوره آموزشی در پی ساختار برنامه‌های تحصیلی دانشکده‌های الهیاتی است. هدف ما ایجاد فرصتی برای دانش آموزان کلام خداست برای اینکه علم الهیات رو تحصیل بکنن بدون اینکه تعهدات مالی و محدودیت‌های دیگه‌ای داشته باشن. دعا و تلاش ما این هستش که معرفت الهی در عیسی مسیح و انجیل راستین اون رو بین ایرانیان و فارسی زبانان گسترش بدیم. از شما دعوت می‌کنم از وبسایت irankilisa.com دیدن فرمایید. خب با سلام مجدد به شما دوستان عزیز. همطوری که میبینید این دو برادر عزیز داشته که بسیار موذیانه این ویروس های خودشون رو بالاخره به من منتقل کردن و امروز من سرما خوردم و چند بار بزنم به تخته ببینین چقدر سرحالم. چند بار بهت گفتیم پشت میز پژواک دستاتو نزن به ویروسی شده. ویروس ها رو منتقل کردیم. به حال امیدوارم که شما امروز آخر برنامه با ما باشید. اگه منم یه دیده خیبم زد. هر از بینندگان عزیز پوزش می‌کنم به خاطر هفته گذشته دیگه وسط برنامه تقریبا اواخر برنامه سعی کردم تا اونجایی که میتونستم با دوستان عزیز باشم. دیگه مجبور شدم به خاطر وضعیت گلو و سکسکه و تمام وضعیت معده و اینها از روز مرخص بشم، ولی امیدوارم هستم که این هفته بنده خواهم بود. به فیض خدا جنیفر هم با ما همراهی بکنه تا بدیم سعی خودمون رو. من یادم به ادوین جان که گفتم ادوین جان سرما خوردی برای روز پنجشنبه گفت ممکن نباشم تا آخر برنامه. گفتم چرا چه مریضی داری؟ گفت سکسکه هم گرفته. سکسکه که دلیل نمیشه، نگو مال ایشون سکسکه و سرماخوردگی و گلودرد و همه با هم. من 2 روز و نصفی سکسکه داشتم می‌کردم. حالا مشکل از کجا بود نمیدونم، ولی به اندازه کافی من رنج داد. خب خوشحالیم که سلامتی خودتون رو باز یافتید. بریم به بخش اول برنامه. سوال هفته رو با هم دیگه یک نگاهی بکنیم. برای تصویر بذارن عزیزان بتونیم بخونیم با هم دیگه. وقتی کتاب مقدس میگوید خدا محبت است، منظور چیست؟ یعنی خدا محبت است دیگه از این ساده تر خاصی نداره. گیری میدید به سوال. هیچ منظوری نداره. سوال نه سیاسیه، نه اقتصادی، نه فرهنگی. خدا محبت است. همین. خب راجع به این خورده می‌خوایم صحبت کنیم، چون با وجودی که به نظر خیلی ساده میاد اما چند تا مشکل توی درک این بخش هست. اول از همه ما آدم‌ها هر وقت که یک موضوعی رو می‌خوایم بررسی بکنیم از دید شخصی خودمون بیشتر بهش دست پیدا می‌کنیم. مثلا وقتی میگیم خدا محبت است،
خدا باید طوری محبت باشه که من محبت رو درک میکنم و بعد اون تعریف محبت از خدا میشه. امروز میخوایم خود راجع به این صحبت بکنیم که واقعا اولا ابعاد محبت خدا چیه، فرق محبت خدا با محبت انسانی چیه و یه خورده محبت خدا رو بیشتر باز بکنیم. البته همه اینها رو توی بخش پرسش و پاسخ به صورت محدود صحبت خواهیم کرد، اما با هم یه نگاه کلی خواهیم داشت بیشتر. اگر از چیز مقدمه‌شو اضافه کنم جالب، به خاطر اینکه خب توی کتاب مقدس ما در مورد صفات خدا خیلی میشنویم، میخونیم، در بسیاری از بخشایی که در مورد صفات متفاوت خدا صحبت میکنه مستقیم صحبت نمیکنه. توی متنی که داره مطرح میکنه و در ارتباط خدا با قوم خودش و دنیا ببینیم حرکاتی رو انجام میده، حرفی رو میزنه، ما میتونیم ازش برداشت کنیم که خدا داره چنین صفاتی هست و یکی از روش‌هایی که ما میتونیم نزدیک بشیم به صفات خدا به این گونه است. ولی صفاتی هست که توی کتاب مقدس خیلی مشخص در موردش صحبت می‌کنه، مثل محبت خدا، مثل قدوسیت خدا، عدالت خدا. و به خاطر اینکه این بخش‌ها خیلی مشخص در موردش صحبت می‌کنه، دوستان عزیز، خیلی از مسیحیان حتی من کشیشان رو هم دیدن که فکر می‌کنن این صفات برترین صفاتی هستش که در خدا وجود داره. اگر میگه خدا محبت هست، خدا محبت هست، در صدر تمام صفات خدا قرار باید بدیم. بقیه صفات زیر مجموعه اون صفات اصلی هستن. ما باید عدالت خدا، حاکمیت خدا، فیض خدا، تقدس خدا و تمام اینها رو زیر معنی محبت خدا تعریف کرد. شاید اگه برگردیم خیلی ساده به مکالمه‌های خودمون، وقتی میگم مثلا ادوین مهربونه، این دلیل بر این نیست که همه چیز ادوین زیر مهربانیش تعریف میشه، بلکه یکی از صفات ادوین مهربانیشه. حالا ادوین به عنوان یک انسان ممکنه در تمام صفاتش کامل نباشه، اما یکی از صفات افضل پس یکی از صفات ادوین هست و هیچ برتری نسبت به صفات دیگه وجود نداره. پس همونطور که ادوین جان گفتم باید اینو دقت بکنیم. من میخوام حالا من فکر می‌کنم در مورد انسان‌ها اتفاقا برعکس این قضیه که گفتی. خب بگید نظر. چون فکر کنم توی ما انسان‌ها یکی از صفاتمون همیشه برتره نسبت به یه صفت دیگه. یکی میتونه خیلی بخشنده باشه ولی در اینها از چیز دیگه کم میاره، ولی در مورد خداست که یک تعادلی بین تمام صفاتایی که وجود داره در اون قرار. اون به خاطر ذات کامل خداست. ولی به صرف اینکه ادوین مهربانه، عدالت ادوین مثلا زیر سوال نمیره یا صفات دیگه ادوین زیر محبت ادوین تعریف نمیشه. یکی از صفات ادوین این هست وقتی در مورد خدا صحبت میکنیم، همونطور که گفتیم شما به درستی اشاره کردید، کامیلیت خدا در تک تک این صفات هست. حالا اگه اجازه بدید من میخوام محبت رو یک نگاهی بهش بکنم. اجازه نیست دیبیت میکنم که دیگه وقت شما تموم شده. اگه برگردیم به محبت خدا، داشتم یه مقاله‌ای رو میخوندم از آقای جیمز دناهار، امیدوارم اسمشون رو درست تلفظ کنم، نقل قول میکنن از اورتگا گست و اینطور صحبت میکنن. میگن ایشون میگه که یکی از در واقع بعدهای محبت اینه که کسی که یک کسی رو دوست داره یا میخواد محبت کنه همیشه بر روی اون متمرکزه، توجه و دقتش روی اونه، بیشتر اوقات روی اونه که داره تمرکز میکنه تا شرایط و موقعیت‌های دیگه. و این داشتن توجه و دادن توجه یکی از بخش‌های محبت هستش. و بعد صحبت میکنه از این که مثلا اگر یک مردی به همسرش وقت نمیکنه کنار او باشه، داره میگه تو من رو دوست نداری، چرا که توجه اون رو حس نمیکنه، یا برعکس همینطور. اگر برگردیم نسبت به خدا این رو نگاه بکنیم که ببینیم چطور صفات خدا همه با هم کار میکنن و درک میشن، بعد برگردیم ببینیم خدا در محبت خودش، مثلا من انسان نمیتونم ادوین، جنیفر و تمام دوستانم رو در یک آن بهشون توجهی رو که باید بدم برای دریافت اون محبت بدم، درسته؟ به خاطر محدودیت انسانی این رو ندارم. اما در خدا کلمه محبت ورای میره. چرا؟ چون خدا قادره به خاطر آمنی ساینس بودن یا آگاهی او از شرایط من و آمنی پرزنس بودن یا حضور او در همه شرایط در کنار من، قادر که اون توجه رو به من بده. پس در محبت خدا، در صفت لاو یا عشق خدا، صفت آگاهی مطلق خدا و صفت حضور مطلق خدا میاد و این محبت رو کاملا بست میده و معنی پیدا میکنه. واسه همین وقتی ما داریم راجع به یکی از مثلا میگیم خدا محبت هست، با وجودی که محبت یکی از صفات خداست، ولی صفات دیگر خدا نیز در کاملیت همه با هم در کار هستند و ما نباید یکی رو برتر از دیگری بکنیم. درسته. اینها در تایید صحبت‌های شما خیلی ممنونم که این قسمت رو بهش اشاره کردید، چون خیلی مهمه. ما همون دیگه گفتیم معمولا مثلا وقتی داریم مورد صفات خدا صحبت می‌کنیم خیلی یک بعدی یک مسئله رو، یک صفت رو می‌کشیم بیرون، شروع می‌کنیم اون رو بحث کردن، در حالی که در کنار اون تقدس و تمام صفات رو از یاد می‌بریم. در حالی که وقتی در مورد تقدس خدا صحبت می‌کنیم، تقدسش باید بگیم تقدس
عادلانه، تقدس در محبت یا محبت در تقدس یا حاکمیت در محبت، حاکمیت مقدس خدا. این تمام این صفات این تار و پود به هم در هم قرار دارن و کشیدن یکی از این صفات بیرون و اون رو به صورت منفک نگاه کردن، ما داریم در واقع اون شخصیت و کاراکتر خدا رو به یک نوعی داریم به شکلی در میاریم که خودمون میفهمیم، یعنی در قالب فهم و درک انسانی محدود انسانی خودمون جای میدیم که در نهایت در واقع همون خدایی هستش که ترشحات ذهن ماست، فکر ماست و بوتی هست که در ذهن خودمون ساختیم. اون چیزی که کتاب مقدس بهش اشاره میکنه. بنابراین چون من داشتم توی فیسبوک نگاه میکردم که دوستان عزیز مرسی به خاطر اینکه نظرات خودتون رو هم میدید و این رو میگید، نظرات خوبی هستن. ولی باید توجه داشته باشیم وقتی که در مورد محبت خدا صحبت می‌کنیم یک بعدی مسئله نگاه نکنیم، چون خیلی از قسمت‌ها رو نادیده میگیریم. نباید سایه محبت خدا رو طوری باشه که به قول معروف سایه به نظر بقیه استفاده کنیم، اونها رو متوجه نشیم. پس کنار هم نگاه کردن و توجه به همه ابعاد وجود خدا داشتن، هرچند یک کار غیر ممکنی هست برای یک انسان، ولی باید تلاش بکنیم که اون رو با دید وسیع‌تر نگاه کنیم. اگر ما این کار رو بکنیم، وقتی محبت خدا رو به قول معروف بخوایم پوشش بدیم روی همه اونها، خیلی جاها خودمون رو گیج می‌کنیم. چون بعضی وقتا ما می‌بینیم چرا پس محبت خدا به مثلا به صورت مثال در این مورد دیده نمیشه. اینجا فراموش می‌کنیم جایی که گناه هست خدا دیگه نمیتونه از محبت استفاده کنه. خدایی که مقدسه به همون اندازه که مهربونه نمیتونه گناه رو محبت بکنه. قدوسیتش رو کنار بگذاره. نمیتونه به قول معروف ذات خداوند برخلاف خودش عمل بکنه. اگر ما اینها رو درک بکنیم که به صورت برابر در جاهای خودش واقعا کامله میتونیم درک بکنیم. هیچ جا نیست که ما بخوایم بگیم اینجا محبت خدا کم بود. چون که اگر به ذات دیگه خداوند بتونیم پی ببریم میبینیم نه، یا جایی نمیتونیم بگیم اینجا خداوند بی حکمتی کرد، چون حکمت خداوند کامله و میدونسته در وقت خودش چجوری انجام بده. و این برمیگرده فقط روی موضوعی که خیلی از آن مشکل دارن که چطور اگر خدا محبت شر در دنیاست، همونطور که شما گفتید انقدر محبت خدا بزرگ شده که دیگه صفاتی مثل عدالت خدا، صفات دیگه خدا، قدوسیت خدا، اینها کنار رفته. پس من نگاه میکنم در دنیا داره به بعضیا ظلم میشه، خدا محبت این دو به هم وصل نمیتونن بکنن، پس این خدا بودن، محبت بودن خدا مشکل پیدا میکنه. پس من میگم خدا محبت نیست. چرا؟ چون دارم شر رو در دنیا میبینم و نمیتونم اینها رو به هم ربط بدم. در حالی که من فکر می‌کنم شاید یکی از تنها باورهایی که در ما میتونه اینو جوابگو باشه در باور ایمان مسیحی هست که میاد محبت خدا رو در کنار عدالت خدا، در کنار قدوسیت خدا، همه رو با هم در عیسی مسیح تعریف میکنه و بعد راه حل خدا رو در بخشش گناهان در کار مسیح بر روی صلیب تعریف میکنه. پس توی شر بودن دنیا ما خیلی از صفات دیگر خدا رو باید در نظر بگیریم که وقتی به اونها نگاه میکنیم، یک بحث خیلی گسترده‌ای هست که حالا شر در دنیا هست و یه بار صحبت کردیم راجبش و چطور محبت خدا با مسئله شر میتونیم این دوتا رو کنار هم درک بکنیم. ولی اگر در بحث امروز فقط همینقدر رو کفایت بکنیم که اگر محبت خدا کنار قدوسیت خدا، همونطور که شما گفتید کنار حکمت خدا، همه اینها کنار هم باشه، اون وقت ما میتونیم درک بکنیم که چرا عیسی مسیح بر روی زمین اومد و چرا مسیح اون کاری رو کرد که باید میکرد، بر روی صلیب رفت. ولی باید این صفات رو همونطور که گفتید باید کنار هم قرار بدیم. درست. از این فرصت استفاده کنم در مورد یکی دو تا کتاب معرفی کنم. یکی از کتاب‌هایی که چند سال گذشته من این رو مطالعه کردم و خیلی منو دگرگون کرد. اصلا دیدگاه منو نسبت به خدا بسیار تغییر کرد. دانش یا درک و فهمم از خدای قدوس، Knowledge of the Holy، نویسندش A.W. توزر هست، نویسنده قرن 20 که یکی از با نفوذترین نویسندگان قرن 20 نامیده شده که حدود 30 تا کتاب داره. کتاب بسیار زیبایی هست. اگر فکر نمی‌کنم به فارسی اصلا هیچ کدوم از اینا ترجمه شده باشه. در مورد صفات مختلف خدا صحبت میکنه و وقتی که طوری این رو مطرح میکنه و بهش نزدیک میشه که متوجه میشه در برابر خدایی هستی که به هیچ وجه شباهت به مخلوقات خودش نداره، که البته داستان کتاب است بعد بخونیم مطالعه کنیم داستانش چیه. حالا این کتابی که من خودم خیلی ازش برکت گرفتم و دوستان رو تشویق میکنم اون رو مطالعه کنن، کتاب دیگه هم هست که اسمش خیلی جالبه. برخلاف آن چیزی که ما تصور میکنیم که وقتی در مورد محبت خدا صحبت میکنیم خیلی راحت همه چیزو در مورد محبت خدا میدونیم، خدا ما رو بی قید و شرط دوست داره و
مسائل مختلفی که حالا بهش اشاره کردیم به یک نوعی. کتابی هست Difficult Doctrine of Love of God، آموزه دشوار محبت خدا، که اصلا محبت خدا یک آموزه بسیار سخت و دشواری هست برای درک کردن. و دی ای کارسون نویسنده این کتاب هستش که پروفسور عهد جدید هستش تو ترینیتی ایوانجلیکال دیوینیتی اسکول. آشنا هستی با کتاب‌های که معرفی کردم، کتاب متفاوتی از این نویسنده رو. توی این کتاب دی ای کارسون وقتی در مورد محبت خدا صحبت میکنه، با اشاره به همه این صحبتایی که ما امروز کردیم که اون رو هم در موردش صحبت میکنه، ببخشید، میگه که ما هر وقت در مورد محبت خدا صحبت میکنیم باید در نظر داشته باشیم که هر جایی در کتاب مقدس که در مورد محبت خدا صحبت میکنه معانی متفاوته. توی کانتکست و متن و رابطه خدا، محبت خدا به انواع مختلف برای ما تشریح شده که به چند نوع مختلف محبت خدا اشاره میکنه. یکی از حالا با هم دیگه نگاه خواهیم که یکی از ابعاد از محبت خدا که بهش اشاره میکنه، محبتی که در وجود اقنوم تثلیث وجود داره بین پدر، پسر و روح القدس. این محبتی است که کلام خدا میگه که محبت در بین اقنوم تثلیث این محبت وجود داره. محبتی هستش که ازلی، ابدی، بی قید و شرطه و که بعد حالا اشاره میکنه، میگه هر وقت کلام خدا در مورد این محبت صحبت میکنه بعد متوجه باشیم البته این یک مدل بسیار عالی برای مسیحیان هست که این یکی از یک الهیات از این منشعب شده که جامعه مسیح باید همونطور که در اقنوم تثلیث این محبت وجود داره، این محبت رو در خودش بگیره، یاد بگیره و الگو قرار بده و مانند پدر، پسر، روح القدس جامعه مسیح همدیگه رو محبت بکنه، همونطور که دعایی که مسیح میکنه توی کتاب یوحنا میگه همونطور که من و تو همدیگه رو دوست داریم ما هم یک هستیم، دعا میکنم که این هم همدیگه رو دوست داشته باشن و یک باشن. در مورد فرزندان خدا صحبت میکنه. این محبت آگاپه هست بیشتر. بله، این محبتی که در اقنوم تثلیث وجود داره و بعد اشاره میکنه به محبتی که خدا نسبت به خلقت خودش داره، خالقی که در محبت خودش داره دنیا رو خلق میکنه که الان میخوایم اگه در مورد این صحبت بکنیم. این انواع مختلف، ابعاد مختلف از محبت خدا رو توضیح میده و میگه که حالا اگه میخوایم توضیح میدیم موردش اشاره میکنه یا تاکید اصلیش اینه که اولا کتاب مقدس با اینکه این ابعاد مختلف خدا رو تمایزی براش قائل هست و میگه که چنین محبت هایی هست و باید اینجوری درک کنیم، ولی میگه در عین حال خدای ما خدای واحدیه، به این معنا که نمیتونیم به یک نوع اینها رو از هم منفک کنیم و باید مواظب باشیم که اینها رو با هم ادغام نکنیم. یعنی کاربرد محبت خدا در جای مختلف کتاب مقدس در رابطه ما با خالق خودمون میتونه متفاوت باشه. باید توجه بکنیم که کلام خدا در این بخش و متن مشخص در مورد محبت خدا چگونه صحبت میکنه. آیا این برای من مسیحی در رابطه با برادر خواهرم در مسیح کاربرد داره و اگه کاربرد داره کاربردش در چه سطحی است؟ بله، درک درست تفسیر کلام خدا از بخش‌های مختلف. یکی دیگه از بخش‌هایی که همونطور که شما به درستی اشاره کردید تفاوت محبت خدا و محبت انسانی هست و ما باید درک بکنیم که هر نوع محبت چی هست و کجا میشه استفاده کرد. دوباره توی همین مقاله که صحبت کردیم اینطور میگه محبت انسان یک بخشش برطرف شدن نیازهای انسانی هست. اگر من یک شخصی رو محبت میکنم، در محبت کردن اون شخص یک سری از نیازهای من برآورده میشه، چه نیاز به عشق دادن و توجه کردن، چه نیازهایی که اون شخص برای من برآورده میکنه. حالا اگه خرید کردن هست، اگر محبت مثلا چای آوردن هست، هر چیزی که هست. و میگه اگر اون نیازهای من که برآورده میشه از اون شخصی که من محبتش میکنم کنار زده بشه، یواش یواش این عشق و محبت من از بین میره. ولی در مورد خدا که صحبت میکنیم یک تفاوتی هست. چیه اون تفاوت؟ خدا از در واقع ارضا شدن اون عشق دادن و دریافت کردن یک چیزی نیست که عشق رو میده. خدا عشق رو میده چون خلق کردن رو دوست داره، آفریدن رو دوست داره و در آفریدن خدا در واقع اون نیاز عشق دادن خودش رو برطرف میکنه. مثل ما انسان ها نیست که برای یک چیز رو بگیریم بلکه او از دادن این عشق خودش، اون شادی خودش رو دریافت میکنه. و بعد اگر نگاه بکنیم در این مطلب، ما نمیتونیم
نسبت به خدای محبت رو داشته باشه. ما برای خدا خلق نمی کنیم، بلکه ما از آنچه که خدا به ما بخشیده، از کلام زنده خدا، از محبت خدا برای زندگی خودمون و دیگران خلق می کنیم. پس خلق کردن ما نسبت به خدا نخواهد بود، ولی همونطور که ادوین جان گفت از نوع خلق کردن خدا، محبتی که خالق هست، ما استفاده می کنیم تا خلق کنیم برای زندگی خودمون و برای بشارت دادن و بقیه مسائل. پس باید یک تفاوت رو قائل بشیم که اگر خدا من رو یک جوری محبت میکنه، من خدا رو نمیتونم اونجور محبت کنم، اما در مورد آفرینندگی من میتونم از محبت خدا استفاده کنم و در اراده خدا اون خلق کردن رو ادامه بدم. حالا فیض خدا هست، کلام خدا اصلا هست. دیدگاه ما انسان‌ها و دیدگاه خداوند نسبت به محبت خیلی متفاوته. اتفاقا دیشب پیش یکی از دوستان بودیم، در مورد همین محبت صحبت می‌کردیم. یکی از گفت من نمیتونم متوجه بشم چطور خدا میتونه این هم ما اشتباه میکنیم ولی وقتی برمیگردیم دوباره ما رو محبت میکنه. گفتم هر کسی، حتی ما انسان‌ها برمیگردیم به اون ذاتمون. ما انسان‌ها چون ذاتمون گناه آلوده همیشه برمیگردیم به اون ذاتمون. خداوند هم برمیگرده به اون ذاتش. ذات خداوند محبت و محبت کردن اون بستگی به این نداره که چیزی از ما بگیره. یعنی کاملا دیدگاه ما انسان‌ها فرق داره. ما کسی رو محبت میکنیم که محبت ازش بگیریم، ولی خداوند برمیگرده همیشه به اون ذاتش. اون نمیتونه محبت نکنه در واقع، ولی نباید فقط این رو همونطور که اول اشاره کردید در درجه اول قرار بدیم. همه اون صفات برابر هست. خب میخواید بیشتر صحبت داریم در این ما بکنیم، وقتمون کوتاه. من فکر کنم وقتمون کوتاهه. صحبت‌ها تو این بخش خیلی زیاده. ابعاد مختلف محبت خدا در مورد محبتی که به خاطر نجات هستش، محبتی که برای محبتی که خدا برای در عهد خودش داره، محبتی که برای برگزیدگان هست، اینا مسائل بسیار اساسی مهمی هست که هر کدوم از اونها بحث‌های دیگه‌ای رو باز می‌کنه که فکر می‌کنم ما رو وقت ما رو زیاد خواهد گرفت، ولی امیدواریم که دوستان عزیزی که این سوال رو مطرح کردن حداقل تونسته باشن اون صحبت‌های مقدماتی رو استفاده کنن برای خدا محبت. فقط یه بخش کوچیک حرفم میاد، اگه اجازه بدید خیلی کوتاه بگم. نمیشه وقت ندارید. چون قولم دادید تو بخش اول، تو بخش بعد از اخبار شما گفتیم راجع به این بخش صحبت کنیم، فقط چون یادم رفت اینو صحبت بکنیم. و اون این هست که من و شما، ما محبتمون شرطی به این هست. ما رو قاطی نکن برادر من. اشکان فقط وقتی محبت میکنه که یک چیز خوب و یک چیز نیکو هست. مثلا ادوین رو محبت میکنم که منو محبت میکنه، جنیفر رو محبت میکنم که منو محبت میکنه. ولی اگر جنیفر مثلا بد باشه، جنیفر خوب نباشه، جنیفر به من آسیب برسونه، چون جنیفر یا ادوین الان بد شدن، من دیگه محبت نمیکنم. محبت من فقط به سوی افراد خوب پیش میرم. حتی در ایمان مسیح هم خیلی وقتا داریم که خودمون به شخص کسایی رو بیشتر محبت میکنیم برای محبت که خوبن، که معروفن، که محبت کردن اونها برای ما افتخاره. وقتی میریم سراغ خدا کاملا عوض میشه. خدا میاد میگه من حتی گناهکاران رو دوست دارم. البته نه حالا بگیم تمام گناهکاران رو هر چقدرم که خدا رو رد بکنن، ولی بحث اینه که خدا میگه به خاطر زیبایی و به خاطر نیکویی تو نیست که من تو رو دوست دارم. باقی کلام خدا میگه همه گناه کردن، همه از جلال خدا قاصرن، ولی میگه من تو رو دوست دارم به خاطر که محبت خدا مشروط به نیکو بودن یک چیز نیست. خدا مخصوصا دنیا و جهان رو دوست داره. خدا خلقتش رو که میگه زیر گناه رفته حتی دوست داره، زمینی رو که زیر لعنت رفته میخواد بازیافت بکنه. پس محبت خدا خیلی وسیع‌تره و همین عاملی هست که بشارت و خبر خوب انجیل برای دنیاست. که خدا ما رو نه به خاطر الان افراد مثلا نگاه میکنن میگن من این همه کارهای خوب کردم خدا منو دوست داره. نه، خدا تو رو دوست داره حتی اگه تو کارهای خوب نکنی. مسلما خدا ترجیحش اینه که تو کار خوب و نیکو بکنی و در اراده او راه بری، ولی حتی اگه نمی‌کنی خدا میخواد تو بازیافت بشی، تو تازه بشی، و خدا میخواد همونطور که گفتیم بود دیگه محبت در تو حیات تازه خلق کنه. ما بهش میگیم تولد تازه. میخواد یک تولد تازه در تو خلق بکنه و خدا تو رو حتی در گناه دوست داره. البته من میتونی تفسیر بذارم. دکترین الکشن یا انتخاب برگزیدگی میاد توش. این اگه بخوام مشخصا صحبت کنیم، خدا شما رو در هر شرایطی دوست داره اگر برگزیده هستی و تولد تازه دارید. خب خیلی خطرناک شد. یکی از قسمتایی که
باز دی ای کارسون توی صحبت خودش توی کتاب خودش اشاره میکنه، میگه ما به این صورت هم نباید نگاه کنیم. درسته نگاه کردن به این مطلب که خدا برگزیدگان خودش رو دوست داره و محبت میکنه، یک محبت بدون شرط هست در نجات و در عهدی که خدا با عهد جدید با فرزندان برگزیدگان خودش میبنده، ولی در عین حال باید این رو هم به یاد داشته باشیم که محبت خدا همونطور که مسیح میگه در محبت من بمانید، یه محبت شرطی هم هست برای برگزیدگان که اگر اطاعت بکنن برکات و لطف خداوند هم شاملشون حالشون خواهد شد که یک بخش دیگه هست. ولی این رو هم باید به یاد داشته باشیم که ما یک صحبت خیلی کلیشه‌ای هم هست که خدا گناهکار رو دوست داره، از گناه متنفره. حقیقت کلام این هستش که این جمله کامل نیست و صحیح نیست. یعنی نمیشه گفت که خدا گناهکار رو دوست داره و از گناه متنفره. اگر در مسیح بازیافت نشدی، اگر نجات رو نداری و در نهایت محکوم قرار بشی و به جهنمی، خدا در نهایت شما رو دوست نداره. یعنی گناهکار و گناه رو نمیشه از هم جدا کرد اگر در مسیح بازیافت نشدی. ولی ببخشید این سرفه‌های بنده هنوز هم ادامه داره، ولی این بالانس رو هم نباید از یاد برد به نوعی که از این طرف بام افتاد. من فقط دو نکته تو صحبتتون بگم. ساز میزنیم. اول اینکه صحبتی که اینجا دارن میکنن برگرفته از باور بر الهیات برگزیدگی هست و درسته کسانی که بر الهیات برگزیدگی باور دارن به این شکل نگاه میکنن، ولی گروهی هم هستن که به این شکل بهش نگاه نمیکنن. و دوم محبت خدا است که خدا میگه باران محبت خودش رو یکسان میریزه. اون محبت مسلماً از اون محبت مخصوصی نیست که ما داریم در رابطه بین ایمانداران و مسیح صحبت میکنیم، ولی خدا به همه اون آفتاب خودش رو که بلند میشه عرض میکنه، به خلقت خودش به همه میرسونه اون رو. ولی اون بخش الهیات برگزیدگی که میاد صحبت میشه داره از یک محبت خاص، از یک رابطه خاص صحبت میکنه که همونطور که گفتیم برای عزیزانی که در اون الهیات در اون باور هستن به این شکل اینجا گفتن جلو خواهد رفت. اوکی خب در ضمن یک بحث کامل میشه راجع به این صحبت کرد. بریم کتاب هفته رو نگاه کنیم. من موافق هستم. 100% بریم کتاب هفته رو نگاه کنیم. مثلا از اگه ویدیو رو پخش بکنم برای ما. گنجینه برگ‌ها نویسنده اسقف دهقان تفتی، انتشارات کتاب‌های سهراب. این کتاب حاوی ترجمه 2 سخنرانی از دکتر رابن ویلیامز اسقف اعظم کانتربری هستش که در دانشگاه‌های الزهرا قاهره و اسلام آباد پاکستان درباره عقاید مسیحی ایراد شده. مقاله‌هایی درباره سقوط قسطنطنیه و معنی علامت هلال ماه در پرچم عثمانی و نیز ترجمه‌ای از مقاله‌ای از دکتر کراگ، اگر من درست ببینم، درباره اسلام. ویدیو رو یه بار دیگه پخش کنم، من داشتم از روی ویدیو درباره اسلام در دنیای امروز و گفته‌های کوتاه و مطالبی درباره راز و نیاز با خدا و ریزان زندگی و نیز چند مطلب مطالعه آمیز رو در کتاب مزمور خواهید خواند. ببخشید من چشام فاصله دور نمیره، ولی مقاله هایی هستش که از رابن ویلیامز اسقف اعظم کانتربری که یک شخص مسیحی روشنفکر هست، کتاب بسیاری مخصوصا در مورد تاریخ کلیسا داره، کتاب بسیار مشهوری هم در مورد آریوس داره، بدعت آریانیزم، و مطمئنم دوستان عزیز از این کتابچه استفاده لازم رو خواهند. من به شما تبریک بگم، من نتونستم یک کلمه‌شو بخونم، باز چشمای شما خیلی بهتر از من می‌بینه. پیریه دیگه. و نه بله. و خب بریم به بخش بعدی برنامه. شهادت زندگی رو با هم ببینیم. برخواهیم گشت. موضوع برنامه امروزمون در واقع تعمید و شاید تعمید آب و مخصوصا راجع به تعمید آب کودکان صحبت خواهیم کرد. دوستان نظرات شما رو بشنویم. با ما باشید. شهادت زندگی رو خواهیم دید. برمیگردیم. 20 سال اول زندگی آلیسا مثل هر جوان دیگری سپری شد، ولی در ماه می 1996 دگرگونی در زندگی او رخ داد. ناگهان یه دختر احساساتی شد و شروع کرد به بهانه‌گیری. فکر کنید که یه دختر 20 ساله مثل یه بچه 3 ساله رفتار کنه. البته 1-2 نفرم بودن که گفتن که فکر میکنن شیطون زیر جلد آلیسا رفته. پدر و مادر آلیسا او را به بیمارستان بردند و فهمیدند که نامتعادلی روانی او به خاطر بیماری ویروسی انسفالایتیس هست که منجر به اختلال مغزی میشه. در این مدت آلیسا چندین بار به نظر میرسید که با یک نیروی عظیمی روبرو شده که البته بعداً به ما گفت رویاهایی بوده که از عیسی مسیح داشته. ولی مدتی بعد آلیسا وارد کما شد. با این وجود
نامزدش به دعا ادامه داد. آلیسیا اولین کسی بود که به من در مورد مسیح صحبت کرد. پس وقتی اون توی کما بود میدونستم من باید از مسیح کمک میگرفتم. این باعث شد که خدا اول با خود من صحبت کنه و حتی یادم میاد یک بار احساس کردم توی اتاق دستهای عیسی مسیح روی شونه‌هام قرار گرفت. با این وجود از خدا متعجب بودم. نمیدونستم ارادش برای آلیسیا چیه. دکترهای آلیسا امید به بهبود او نداشتند و به خانواده او گوشزد کردند که خود را برای مراسم خاکسپاری دخترشان آماده کنند. ولی خانواده آلیسیا با ایمان به دعاهای خودشون ادامه دادن. به خصوص مادر آلیسیا برای شفای کامل دخترش دست از دعا بر نمی داشت. به مدت 1 سال و نیم آلیسا در بیمارستان در وضع وخیمی در کما به سر برد تا اینکه یک روز معجزه عظیمی اتفاق افتاد. آلیسا چشمانش را باز کرد و به اطراف نگاه کرد. از اون روز به مدت 1 سال آلیسا با تراپی شروع کرد به یاد گرفتن راه رفتن و صحبت کردن. همه ما متعجب و متحیر بودیم ولی میدونستیم که این عیسی مسیح بود که بهش شفا داده. امروز آلیسا یک زندگی نرمال و سالم داره و صاحب یک خانواده با محبته. وقتی آلیسیا 25 سالش شد ازش رسما خواستگاری کردم. خدا بهترین زن رو به من داد. آلیسا اعتقاد داره که فقط مسیح بوده که او رو شفا داده. نه فقط به او شفا داد بلکه به او همسری داده که هیچ وقت او را طرد نکرد. حتی در سختی‌ها در کنارش بود. مسیح زندگی جدیدی به ما داده. حالا دیگه همه خانواده ما ایمان دارن که زندگی آینده همه ما در دستهای خدا و پسرش عیسی مسیحه. هرچه بیشتر شاهد چیزهای عجیبی مثل این شهادت زندگی هستیم، بیشتر به این پی میبریم که به راستی خداوند ما خدایی مهیب و عجیبه. خدای تبدیل‌ها، خدای شفا و آزادی، خدای برکت‌ها و مهمتر از همه خدایی که قادر گناهان ما رو ببخشه. بخشش گناهان. شاید این جمله برای شما عزیزانی که بار اول میشنوین عجیب باشه و پیش خودتون بگین منظور از بخشش گناهان چیه؟ منظور اینه، منظور آمرزیده شدن و چشم‌پوشی خدا از اعمالی که ما انسان‌ها رو از خداوند قدوس جدا کرده و این صلیب عیسی مسیحه که این شکاف بین انسان و خدا رو پر کرده تا ما امروز آزادانه بتونیم با خالق هستی، با خالق خودمون در ارتباط باشیم. دوست عزیز، امروز خداوند منتظر توست. اگر تو هم متوجه این شکاف بزرگ بین خودت و خدای خودت شدی، اگر تو هم متوجه شدی که گناهانته که نمیتونه تو رو نزدیک کنه به این خداوند قدوس، امروز میتونی در حضور خداوند با کلمات ساده زبان خود رو باز کنی. آنچه در دلت میگذره، آنچه در فکرت میگذره برای او بیان بکنی و بهش بگی که میخوای از او وارد زندگی تو بشه، تو رو ببخشه و به وساطت صلیب عیسی مسیح رابطه جدیدی رو با خداوند خودت آغاز بکنی. رابطه‌ای که میتونه شروع برکت‌ها، آزادی‌ها و قدوسیت‌ها در زندگی تو باشه. این کلمات میتونه به این شکل باشه که ای خداوند، ای عیسی مسیح، امروز از تو دعوت میکنم که وارد زندگی من بشی و گناهان منو ببخشی و اجازه بدی با بخشیده شدن گناهانم وارد حضور مقدس تو بشم، وارد رابطه جدیدی با تو بشم که بتونم از محبت تو لذت ببرم ای خداوند و تو منو مورد محبت خودت قرار بگیری. میخوام از این پس در کلام تو بایستم و با پیروی کلام تو زندگی تازه‌ای رو شروع کنم. با این ایمان که تو شنیدی، تو جواب دادی، میطلبم. آمین. دوست عزیز، شروع به خوندن کلام خداوند کن. کلام خداوند میتونه چراغ راه تو باشه، میتونه تو رو نزدیک بکنه به اون هدفی که امروز تصمیم گرفتی به اون برسی. دوست عزیز، ما هم اینجا هستیم و با افتخار میتونیم تو رو کمک بکنیم در این راه. با ما باشید. مسیح به شاگردانش میگه شما اینطور دعا بکنید: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. رابطه ما با خداوند رابطه یک پدر با فرزندشه و پدر ما عیسی مسیح رو داد تا به خاطر گناهان ما خون خودش رو بده تا امروز من و شما فرزند خدا باشیم و اینقدر به خدا نزدیک باشیم. اگر دوست دارید بیشتر راجع به این بدونید، دوست دارید شما هم فرزند خوانده خداوند باشید، با ما تماس بگیرید. دوست داریم با شما دعا کنیم.
بازگشتیم به برنامه پژواک. خدا رو شکر هر سه هستیم. فعلا برگریزان نشده. امیدوار هستیم که تا انتهای برنامه با ما باشید. بخش گفتگوی هفته هست و موضوع صحبت امروز ما تعمید آبه و با اینکه از زوایای مختلف میشه به این مسئله آموزه نگاه کرد، ولی توجه مخصوص ما امروز به 2 تا از دیدگاه‌های اساسی تعمید بزرگسالان و تعمید نوزادان هستش که می‌خوایم نگاه بکنیم و حالا توی صحبت‌های خودمون مثل همیشه مطمئن هستیم وقت زیادی رو هم نخواهیم داشت. الان فکر می‌کنم 45 دقیقه وقت باشه. 3 نفر هم هستیم، 3 نفر پرحرف. فکر می‌کنم بتونیم این رو به صورت خیلی کامل باز بکنیم، ولی حداقل سعی خواهیم کرد که اصول اساسی این مسئله رو با هم دیگه نگاه بکنیم. من فکر می‌کنم اول برگردیم ببینیم آموزه تعمیدی که داریم صحبت می‌کنیم چه اهمیتی داره در باور ایمان مسیحی ما. روی آموزه تعمید وقتی صحبت می‌کنیم، تعمید آب بیشتر مد نظرمون هست امروز وقتی صحبت می‌کنیم. اگر خیلی بخوایم واردش بشیم، کلیساهایی رو ما داریم که باور بر این دارن که اگر شما تعمید آب نداری اصلا نجات نداری و پس وقتی که میان تعمید آب رو ربط میدن به مسئله نجات من، بعد مسئله تعمید آب یک مسئله خیلی حادی میشه دیگه. صحبت کردن راجبش یکی از مسائل مهم نیست، یکی از اساس، شاید تمام اساس و ریشه ایمان مسیحی، چون در نجات شخص دست میبره. ولی از اون طرف میتونیم صحبتمون رو راجع به تعمید آب در سطح خیلی شاید سطح خیلی سطحی بهش نگاه بکنیم و فقط به این نگاه بکنیم که تعمید آب در باب کودکان و بزرگسالان آیا بعد نجات خودش رو از دست، معمولا باورها بر این هست که اگر یک شخص به عنوان کودک تعمید آب میگیره، آیا این شخص اون تعمید آبش معنای نجاتش هست، یعنی اگر تعمید آب گرفت پس حتما نجات داره، یا نه اگر تعمید آب گرفت میتونه نشان دهنده نجات باشه یا نه. بیشتر میخوایم رو اون یه خورده تمرکز بکنیم چون دست میبره روی آموزه نجات و آموزه‌ای که بسیار مهم هست در ایمان مسیحی. ولی نگاهی هم خواهیم داشت به تعمید آب بزرگسالان که من فکر می‌کنم شاید در این زمینه خورده کمتر مشاجرات باشه. فقط تنها بخشی که خورده جدل‌آمیز میشه این بحث هست که اگر من در کودکی خودم تعمید آب داشتم، تعمید آب من در بزرگسالی درست هست یا باید انجام بشه یا نه. این بخشی هم هست که در بزرگسالی اشاره کنیم. الهیات بر اساس به قول معروف تعمید آب و یا تعمید آب بر اساس الهیات. تکنیکی داریم ما چند تا تلفن داریم، اجازه بدید یکی از تلفن‌ها رو بگیریم. الهام عزیز، ولی از دوستان عزیزی که زنگ میزنن چون کسای دیگه هم هستن که روی خط هستن و میخوان برای چند دقیقه صحبت میکنن، خواهش میکنم صحبت‌های خودتون رو کوتاه نگه دارید که هم فرصت باشه برای سایر دوستان عزیزی که میخوان ما تماس بگیرن و همین که بتونیم بحث رو با هم دیگه جلو ببریم. مثلا اگر صحبت‌های شما مربوط به بحث امروز باشه میتونه کمک بکنه که اون همگونی رو حفظ بکنیم. الهام عزیز بفرمایید، شما روی خطید. الهام جان صدای شما رو میشنویم. الو. سلام الهام جان، خوش آمدید. الو. جانم بفرمایید. سلام. سلام. خوب هستی؟ خوبی؟ مرسی، بفرمایید میشنویم شما رو. ممنون. من مسلمانم. بله. بعد میخواستم بدونم که خدای ما با خدای شما مگه فرق میکنه؟ اوکی، سوالتون همینه؟ این سوالی که من چند سال منتظرم هیچ چیز برن جواب نمیده. من میخوام بدونم که درسته که شما میگین حضرت مسیح خداست؟ اوکی، درست. باش. مرسی الهام جان که به ما زنگ زدید. سوال بسیار بزرگی. جانم. من سوالم کامل میپرسم. من فکر میکنم که از ماهواره بشنوم چون از تلفن صدا واضح نمیاد. حتما بفرمایید. فقط جواب منو بدونید که خدای ما چه فرقی با هم میکنه و شما حضرت مسیح خدا احساس میکنید که خداست. بله. همین دیگه. چشم. مرسی الهام. مرسی الهام. این سوال خودش 4 تا برنامه. اولا من این گلومو تازه کردم. ببین اول توجه داشته باشیم که وقتی میگیم خدا یک لقبی هستش که پس این لقب یک ذاتی رو، یک موجود هوشمندی رو، یک خالقی رو داریم باهاش اونو میپرستیم و اون رو به عنوان خالق خودمون میپذیریم. تعاریف بسیار متفاوتی برای این خدایان وجود داره. هندیه ها هم خدا دارن، به قول معروف
مسلمانان هم یک خدا رو میپرستن، مسیحا هم به خدا معتقد هستن و مرمون ها و ادیان مختلف. حتی در قبل یونانی‌ها هم خدایان بسیار داشتن. همه اینها خدا هست، ولی توضیح ما و فهم و درک ما از اون ذات این موجودی که او رو به عنوان خدا میپذیریم و تعریف میکنیم چگونه هست، مشخص میکنه که آیا ما یه خدا رو میپرستیم یا نه. مشخصا اگر یونانیان قرن اول و دوم خدایان میگفتن ما خدایان رو میپرستیم، از اون توضیحی که برای خدا وجوده مشخصه که ما این خدایی که در مسیحیت هست با اون خدا خیلی فرق داره. و همینطور وقتی که قرآن رو مطالعه میکنیم یا الهیات اسلامی رو بررسی میکنیم در کنار الهیات مسیحی که به فیض خدا برنامه حدود 16 تا برنامه رو با دکتر سوسان توسلی در مقایسه بین الهیات اسلامی و مسیحی آماده کردیم که توی این فکر میکنم ماه آینده برای محبت بیاد. وقتی که مطالعه میکنیم متوجه میشیم که خدایی که اسلام معرفی میکنه، شخصیتی که او رو برای ما تشریح میکنه با اون شخصیتی که در کتاب مقدس وجود داره زمین تا آسمون فرق میکنه. یکی از اساسی ترین تفاوت هایی که مسیح خدای الهیات مسیح، ایمان مسیحی رو متمایز میکنه با خدایان دیگر، خدایی هستش که در ذات واحد خودش، در ذات بسیط خودش کثرت داره. خدایی که در پدر، پسر و روح القدس خودش رو بر ما آشکار کرده. این و فکر میکنم سوال اساسی شما، پرسش خیلی بنیادی شما این هستش که چطور شما مسیح رو خدا میخونید و پیغام الهیات مسیح اینه که خدای ما خدایی هستش که از ازل تا به ابد در ذات خودش کثرت داره. همونطور که ما این پرسشی هست که برای فلاسفه همیشه وجود داشته که چطور در این دنیایی که این یک نواختی وجود داره، همگونی وجود داره، در این حال یک تنوع و کثرتی هم وجود داره. ما کلمه یونیورسیتی رو داریم، Unity and Diversity. این سوال اساسی و فلسفی خیلی مهمی هست که در دنیا وجود داره. چطور در این همبستگی و یک نواختی و همگونی یک تنوع خاصی هم وجود داره که ما در خلقت خودمون هم مشاهده می‌کنیم. این خدایی هستش که کتاب مقدس معرفی می‌کنه. خدای ما خدای بسیط، خدای واحدی است که در ذات واحدش دارای کثرت هست و این کثرت رو در طی تاریخ می‌بینیم مسیحیان و ایمانداران عهد عتیق به انواع مختلف تجربه کردن. درسته. البته این دو سوالی که خواهر عزیز پرسیدن خیلی به هم بستگی داره. اینکه عیسی مسیح خداونده یا اصلا خدای ما با اونها فرق میکنه خودش خیلی وابسته است. درک هر کدوم اونها میتونه اون یکی رو برای ما آشکار بکنه. البته در مورد چیزی که ادوین گفت که هر کدوم این عزیزان خدای خودشونو دارن، واقعا اونها میخوان اون خدای واقعی رو بپرستن، ولی اون راه، روش و اون شیوهی که اون خدا رو معرفی میکنه نمیتونه اصلا ما رو نزدیک بکنه به اون خدایی که واقعی. غیر از مسیحیت و مسیح نمیتونه خدا رو به قول معروف به اون شکلی که واقعیه و هست به ما معرفی بکنه. بر همین تفاوت خیلی بزرگی بین اون خدایی که ما در موردش صحبت میکنیم و خدایی که اسلام و یا هر دین دیگه در موردش صحبت میکنه تفاوت بسیار بسیار زیادی وجود داره. کاملا. و فقط هم ادیان نیستن که به خدا به شکل‌های مختلف امکان تعریفی از خدا داشته باشن. ما نگاه می‌کنیم فلاسفه مثل ارسطو، مثل پلیدو، اینا هم میان و سعی میکنن از آنچه که میبینن در دنیا، از آنچه که تجربه میشه در دنیا تعریفی رو از خدا داشته باشن، ولی سعی میکنن اون تعریف رو تا حدی که میتونن محدودش بکنن تا یک تعریف در واقع منسجم و کاملی از خدا باشه. حالا مسئله‌ای که هست، معذرت میخوام اسفا، مسئله‌ای که امروز پژواک همه سرما خوردن، مسئله‌ای که پیش میاد این هست که من چطور میتونم درک بکنم که یک الهیاتی داره خدا رو به من میشناسونه یا نه. ما اصلا نمیخوایم زیاد وارد بحث بشیم چون صحبت امروزمون یک چیز دیگه هست، ولی من چند تا پیشنهاد رو برای عزیزان دارم. یک، اون باور خودتون رو، حالا اگه باور ارسطویی هست یا فلسفی هست یا باور دینی هست، این باور رو بذارید، تمام اعتقادات اون باور رو بذارید کنار هم و ببینید آیا اینها همدیگر رد میکنن یا نه. آیا اینها تعریفی از خدا به شما میدن که تعریف کامل و تعریف درستی از خدا هست یا نه. و بعد وقتی میبینید اینها خودشون هم قواعد داده شده، تعریف‌های داده شده از طرف در مورد خدا همدیگر رد میکنن، شما میدونید که این باور نمیتونه یک تعریف درستی باشه و راههای مختلف داره. ما نمیخوایم دینی رو با دینی مقایسه بکنیم، به خاطر اینکه هر کسی از طرز فکر خودش اومده گفته. حتی مسیح میگه من هر که من رو دیده پدر رو دیده، ولی مسیح خدا نبود، بلکه خدا همونطور که اینجا گفت در مسیح خودش رو آشکار کرد. برای این ما مسیح رو
و باور مسیحی رو قبول داریم که خدا خودش اومد این بار تعریف خودش رو به ما داد، اون ویژگی های شخصیتی و رفتاری و شخصیت ذاتی خودش رو به ما داد و این بار من دیگه از اشکان و ایکس و ایگرگ نمیشنوم، بلکه از خود خدا دارم میشنوم. و البته بحثا زیاد هست در مورد اینکه چطور میدونیم که اصلا مسیح خداست، که حالا باورهای مسیح، صحبت‌های مسیح رو بپذیریم که در این برنامه نمیگنجه، ولی این بحث بسیار گسترده است. ولی بگیم الهام عزیز از جای خوبی شروع کردی، ادامه بده تا به سوالت برسیم. متاسفانه اینجا وقت محدود بود برای جواب دادن، ولی اگر برگردی شوهای قبلی پژواک رو ببینی مطمئنا میتونی تا جای خوبی برسی به جواب این سوالت. خدا برکت بده، امیدوارم روزی برسه که شهادت زندگی تو رو بشنویم. خب ما یه تلفن دیگه هم داریم. دوستان عزیز باز یک بار دیگه قبل از این تلفن‌ها رو بگیرم خواهش می‌کنم در این محدوده وقتی 1 دقیقه صحبت کنیم حداکثر که بتونیم هم فرصت برای سایر عزیزان باشه، هم بتونیم بحث امروز رو پیش ببریم. علی عزیز بفرمایید، روی خطید. میشنویم شما علی جان. سلام عرض کردم. سلام به ماهتون. الو سلام. سلام عزیزم. سلام. فرزندان فراخونده خداوند مرسی که کلام آسمانی را به سراسر زمین میرسانید. این خواهر ما از ایران زنگ زدن. خدای ما اسلام با خدای مسیحیت فرق میکنه. همون خداست، همون خدای با محبت و مهربان و بخشنده، پاک و منزه، قدوس قدوس قدوس، بی نهایت قدوس قدوس قدوس، خدای ابراهیم، اسحاق، یعقوب، داوود، سلیمان، موسی، یوشع، یوسف، یونس، الیاس، خدای تمامی پیامبرانی که خداوند وعده داده. منتها مذهبیون آگاه نمی کنند، در آگاه بودن نیستند و این سوالو می کنند. خداوند با محبت و مهربان و بخشنده در باغ عدن بر حسب گناهان آدم و حوا فرمود ابلیس از ذریت زن کسی رو بیرون میارم سنگ در سر تو بکوبد. کلام خدا تغییر ناپذیر است. کلامی که بگوید به انجام میرساند. با ابراهیم پیامبر سخن فرمود ابراهیم تو را انتخاب میکنم، فرزندان تو به اندازه ستارگان آسمان شب خواهد شد، فرزندان تو به اندازه ماسه های کنار ساحل دریا خواهد شد. باری همون خدای زمین و آسمان، همون خدایی که عدالت و قضاوت و داوری از آن اوست که مسلمانان هم میدانند، خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب را میشناسند، خدایی که خدای با محبت مهربان بخشنده است، هر چی بگوید به انجام میرساند، هر چی بگوید میشود. کلام او تغییر ناپذیر است. از مریم باکره به امر خداوند نوزادی متولد به نام عیسی، نور عالم، نجات بشریت. این هدیه رایگان است که هر انسانی میتواند از روح خدا متولد شود، حقیقت بر او آشکار شود، فقط به نام عیسی مسیح پسر زنده خداست. این هدیه رایگان است. من تو رو نمیتونم مکشوف کنم حقیقت را، خداوند بر تو مکشوف خواهد کرد که پدر، پسر، روح القدس یکی، کار هیچ کس و هیچ چیزی نیست. فقط خداوند میتواند بفهماند و بکشاند. مرسی علی جان. مرسی علی عزیز. خداوند میتواند بفهماند بکشاند که عیسی خداوند است. آمین. مرسی علی جان، تشکر به خاطر تلفن شما. ادامه میدیم با صحبت از دوستان عزیزی که از یاهو مسنجر به ما ملحق شدن. حالا دوستان میخوان صحبت بکنن به فیس خدا واسه خواهند شد. ببخشید به خاطر سرفه های که وجود داره. و پرسش‌های دیگه هم مطرح کردن دوستان عزیز در مورد تفاوت بین کشیش و شبان و معانی اینها که الان فکر می‌کنم توی صحبت امروز نمی‌گنجه. به فیض خدا توی هفته‌های آینده اگر بهش برسیم این رو حتما باز خواهیم کرد، یا اگر خواستید بعد از برنامه پشت صحنه این رو پشت دوربین این رو جواب خواهیم داد. برگردیم به آموزه تعمید. قبل از اینکه به آموزه تعمید بپردازیم و اونها رو نگاه بکنیم یه چیزی باید خاطر نشان بشیم. ما باید یه مقدار، ما هفته گذشته در مورد اتحاد صحبت کردیم. اتحاد رو گفتیم اساسش باید بر روی راستی باشه. اگر راستی نباشه اتحاد معنا نداره. اتحاد راستی و محبت باید با هم ادغام شده باشه و این رو توی کانتکست کلیسا صحبت کردیم.
شما یک صحبتی رو هم کردی که جای دیگه هم از شما نقل قول کردن که گفتید که ما به بعضی جاها اونقدر اتحاد داریم که اصلا نباید اتحاد داشته باشیم، گاهی اوقات هم باید اتحاد داشته باشیم ولی نداریم، که واقعا هم صحیحه. آموزه های مسیحی هستن که ما باید واقعا بیستیم بر سر اون و بجنگیم. اگر شما انجیل عیسی مسیح رو آنطور که کتاب مقدس میگه قبول نمی‌کنید، معناشو مخدوش می‌کنید، نجات از طریق فیض به تنهایی رو رد می‌کنید، به این معناست که شما به کاری که مسیح انجام داده و نجاتی کوتاهی کرده باور ندارید. اینجا یک خط قرمزی بین من و کسی که این چنین باوری داره کشیده میشه و من رو نمیتونه اون شخص رو نمیتونه جزء بدن کلیسا قرار بده. باید بیستیم. اتحادی وجود نداره در اینجا. محبت هست، محبت میکنیم ولی اتحاد نیست. آموزه تعمید هم آموزه‌ای هستش که به نظر من نباید این خط قرمز رو به این واضحی کشید. هرچند اگر ما آموزه تعمید رو خیلی ریشه‌ای نگاه بکنیم و خیلی دقیق باید بهش توجه میکنیم، برمیگرده به درک و فهم ما از انجیل، که انجیل رو ما چگونه فهمیدیم. چون درک و فهم ما از انجیل در نهایت دیکته خواهند کرد آن فهمی که از تعمید آب داریم، که البته بسیاری از عزیزانی که تعمید آب رو، چه بزرگسالان رو چه کودکان رو میپذیرن شاید به این دقت این رو نمیشکافن و اون رو بررسی و تجزیه و تحلیل نمیکنن و برداشت‌ها و فهم ما بسیار سطحیه. و به خاطر اینکه برداشت‌ها و فهم ما بسیار سطحیه، من فکر میکنم جنگ سر این مسائل، معذرت میخوام، یه مقدار نامناسبه و یا شروع خوبی نیست. و بعد برگردیم ببینیم که فهم و درک ما از انجیل چیه. اینه که اول سر این مسئله همدیگر رو رد نکنیم و بیایم همدیگر رو بپذیریم و پیش فرض‌هایی که اشتباهی رو هم که داریم در این خصوص رو اجازه ندیم که دیکته بکنه که آیا من باوری که در مورد تعمید آب دارم برای بزرگسالان و یا حتی نوزادان کتاب مقدسیه، نه، چون پیش‌فرض‌های خیلی زیادی هم وجود داره که کاملا اشتباه هستش که ما در مورد اونها صحبت کنیم. چند تا پیش‌فرض‌های نادرستی که هست رو با هم بررسی بکنیم. اول اینکه تمام کلیساهای پروتستان تعمید بزرگسالان رو میپذیرن. این به این معنی نیست که اگر کسی بزرگساله و میخواد تعمید بگیره کلیسا باش مشکل داره. کلیساهای پروتستان بعضیاشون وقتی با این مسئله مشکل دارن که میگن شما تعمید کودکان داشتید و حالا میخوای به عنوان بزرگسالان تعمید بگیرید و تعمید کودکان شما همون ارزشی رو داره که تعمید بزرگسالان داره، شما نباید این کار رو دوباره بکنید. البته تمام کلیساهای پروتستان این باور رو ندارن. یه گروهی از کلیساهای پروتستان هستن که میگن اگر شما تعمید آب داشتید در کودکی، در بزرگسالی نباید داشته باشید. تعمید نوزادان رو هم کلیساهای پروتستانی هستن که میپذیرن، تنها مختص به کلیساهای سنتی و کلیساهای شرق و اینها نیست. اونم یکی دیگه از آموزه‌های نادرست هست. چون خیلی من شنیدم میگن که تعمید نوزادان فقط مال کلیسای سنتیه. همچین چیزی نیست. کلیسای پروتستان بسیار زیادی هم هستن که تعمید نوزادان رو میپذیرن. اشتباهی دوپیتو نوشتم شده. میپذیرن. بنابراین این رو هم با توجهش میگه پیش‌فرض اشتباه. و بعدم خیلی هم تعمید نوزادان رو چه رد میکنن چه قبول میکنن بر اساس پایه‌های درست الهیاتی بنا نشده، بلکه بر اساس اون درک‌هایی که الان راجعش صحبت می‌کنیم، چند تا از الهیاتی که در طول سال‌ها تو کلیسا بوده ولی درست نبوده، بر اساس اونها یا رد می‌کنن یا قبول می‌کنن. ما می‌خوایم اگر داریم دفاع می‌کنیم از تعمید آب کودکان یا از ردش می‌کنیم، می‌خوایم امروز یه خورده بر پایه‌های جدی‌تر و دقیق‌تری این دو باور رو بررسی بکنیم که آیا درسته یا غلطه. حالا صحبت خواهیم کرد راجع به بعضی از باورهای تعمید که چرا ما این رو باهاش مشکل داریم، به خاطر اینکه تعمید نوزادان رو دوستان عزیزی که رد میکنند، دلایل اصلی که بر اساس اونها این آموزه در چنین کلیساهای شکل گرفته رو آشنا باش نیستن. دارن با همون عینکی به تعمید نگاه میکنن، تعمید نوزادان نگاه میکنن که خودشون به تعمید بزرگسالان نگاه میکنن. یعنی دارن، چون کسانی که به تعمید نوزادان معتقد هستن و کسانی که به تعمید بزرگسالان معتقد هستن دو تا تعریف متفاوت از تعمید دارن و شما نمیتونید با تعریف تعمید بزرگسالان تعمید نوزادان رو رد بکنید. باید بفهمید چرا و به چه چیزی اصلا معتقد هستن، چگونه تعمید نوزادان تعریف میشه، در دیدگاه این گروه اصلا تعمید معناش چی هستش، بعد بیایم از داخل اون رو نقدش بکنیم و همینطور تعمید بزرگسالان. و این مشکلی هستش که ما داریم، چون خیلی از
باز دوباره همون کامنت هایی که توی فیسبوک قرار داده شد و پرسش آخری هم که مطرح کردیم گفتن آیا میدونید تامین نوزادان بر چه اساسی است؟ بیایم اونها رو دانسته رد بکنیم، نه اینکه من معتقد تامین بزرگسالان هستم و میگه که تامین بزرگسالان میگه که ما در تامین شهادت به نام عیسی مسیح میدیم و نشانه تولد تازه ما هست، بر اساس اون نمیتونه شخصی کودک خودش رو نوزاد خودش رو تامین بده اگر اون شخص شخصا این شهادت رو انجام نده. الان اصلا دیدگاه اون گروه متفاوته. میخوام یه قسمتی از اعتقادنامه وستمینستر رو بخونیم و بعد ادامه بدیم و این فکر می‌کنم خیلی مهمه. اعتقادنامه وستمینستر فصل 27 بند 1 جنیفر که کمتر سرفه می‌کنه. ما که سرفه می‌کنیم واقعا شما بخونید مردم متوجه تا آخر اینجا نه همین تا بند 1 شما. آیین‌های مقدس نشانه‌ها و مهرهای عهد فیض هستند. این آیین‌های مقدس همزمان با این عهد الهی توسط خدا مقرر شده‌اند تا نشان دهنده مسیح و برکات او باشند و مقام ما را با او در او تایید نمایند و به منزله تفاوت آشکاری باشند در میان کسانی که به کلیسا تعلق دارند با کسانی که متعلق به جهان هستند و تا ایمانداران را ترغیب نمایند که خدا را در مسیح طبق کلام مقدسش صادقانه خدمت کنند. که البته برخواهیم گشت به فیض خود توی صحبت اگر وقت بشه این رو هم نگاه خواهیم کرد، ولی پیش از این اجازه بدید مانی رو هم بگیریم. روی خط هستم، بفرمایید مانی جان. سلام مانی عزیز. سلام مانی جان، بفرمایید. بله عزیز، بفرمایید. با سلام و درود خدمت دوستان عزیزم در پیشواک. خیلی خوشحالم دوباره برنامه دیگر از برنامه پیشواک رو ما شاهد هستیم. صحبت از اون سوال جالبی پرسیده بودیم در فیسبوک. حالا منم میخواستم از اعتقادنامه وستمینستر یک مثالی بیارم، یه صحبتی بکنم که حالا شما گفتین منتها باب 28 قسمت 4 اعتقادنامه وستمینستر میگه که اگر پدر و مادر یکیشون ایماندار باشه فرزند باید تعمید داده شود. وقتی اینجا الزام میکنه به اینکه فرزند باید تعمید پیدا بکنه و بعد ما مراجعه میکنیم به کتاب مقدس میبینیم که در باب 17 پیدایش خداوند به ابراهیم میگه که ختنه بکن و فرزندان بالای 8 روز رو ختنه میکنه. در عهد جدید هم میبینیم که داروغه‌ای که زندان خراب میشه و قصد خودکشی داره و ایمان میاره و خانوادهش با هم تعمید پیدا میکنن. میبینیم که اینجا وقتی صحبت از خانواده میکنه میگه که اهل بیتش در باب 16 اعمال رسولان آیه 32 33 34 میگه اهل بیتش تعمید پیدا کردن. خب حالا ما نمیدونیم که این اهل بیتش شامل چی میشه، یا حداقل در ترجمه‌ای که من دارم ننوشته، ممکنه که شامل فرزندان یا کودکان هم بشه. و من صحبت آخری که میخواستم بکنم این بود که در اول سموئیل وقتی حنا میاد و دعا میکنه که طبایوت اگر من فرزندی دارم بدهید من اون را وقف میکنم، حالا به زبان فارسی وقف میکنم یا اون رو در اختیار قرار میدم به خدمت خداوند، میبینیم که احتمالا، من البته نظر شخصی منه، احتمالا تعمید کودکان هم شکلی از این وقته، یعنی که مطمئنا صحبت بر سر نجات از سر تعمید نیست، چون من اعتقاد به این ندارم که تعمید نجات رو میده. پس شکلی که از این تعمید برای من باز شده حداقل تا الان اینه که من فکر می‌کنم که یک شکلی وقفی داره و همونطور که مثلا پدر مادر من ایماندار هستن و من فرزند این پدر مادر هستم، من رو وقف میکنم و من قرص پیدا میکنم. متشکرم، سپاسگزارم. من
در نهایت میخواستم از خواهر جنیفر درخواست بکنم بیشتر مواظب ادمین و اشکان باشید. مانی جان تو نمیدونی من اینجا چی میکشم. از پشتیبانی حمایتتون و صحبتاتون. مرسی مانی عزیز، مرسی از تماسه، مرسی از در ضمن ازدواج شما هم که به زودی اتفاق خواهد افتاد رو بهتون تبریک میگیم. امیدوارم که موفق باشید. مانی جان دیگه باید عکس بفرستی بذاریم تو پژواک دیگه. شما یکی از در واقع دستاندرکاران پژواک دیگه به حساب میاد با تمام زحمتاتون. دعوت کنیم مانی جان. بگید اگه بچه‌تون رو تامین آب دادید یا ندادید، امید خدا در آینده. خب مرسی از تلفنتون. به بقیه دوستان سلام برسونید. خدا نگهدار. آمین. حتما خدا نگهدار. مرسی. خب ایشون دیگه یه جوری رفت توی اصل مطلب دیگه، رفت توی بحث کاوننشال یا عهد و صحبت رو در اون مورد کردن. اجازه بدید من فقط یه مورد رو بگم بعد بریم روی صحبت‌های ایشون، چون وقتمون هم کم است بتونیم بیشتر بپردازیم به اون مطلب. و اون این هست که چون این خطر هم پیش اومده و ما قبلا روش صحبت کردیم که اگر آموزه تعمید آموزه اساسی مسیحی باشه و ما همه چیز رو بر اساس تعمید بخوایم معرفی بکنیم، اون هم ما رو به بیراهه میکشونه که قبلا راجعش صحبت کردیم که جیزس اونلی ها چون بر این پایه و اساس میذارن همه چیز رو در تعمید به نام فقط عیسی مسیح میذارن، اون هم تمام اصل نجات رو زیر سوال برد و ما چقدر صحبت کردیم که این درست نیست. پس نباید آموزه تعمید رو به عنوان محور ایمان مسیحی قرار بدیم، ولی باید آموزه همونطور که شما گفتید و در اول برنامه به درستی الهیات رو، خداشناسی رو محور قرار بدیم و بعد کنارش آموزه تعمید تعریف میشه. اما توی آموزه تعمید چند تا اصل دیگر هم ما باید در نظر بگیریم. یک، وقتی مثلا آموزه تعمید کودکان میاد، پدر و مادر و والدین هستن، چرا که اونها هستن که دارن بچه رو میدن. پس یکی از عنصرهایی که باید بهش دقت بکنیم والدین هستن. عنصر دومی که باید بهش دقت بکنیم اون بحثی هست که آیا خود کودک رضایت به تعمید میده و آیا این تعمید نشانه نجاته یا نه این تعمید یک نشانه دیگری هست. و اون که این بحث برمیگرده سر عهد که راجع به این صحبت خواهیم کرد که اصلا چجوری ربط داره به عهد و چطوری این رو تعریف میکنیم. همینطور اهل ختنه رو که صحبت کردن البته، و بعد راجع به امت‌ها و یهودیان هم صحبت‌هایی هست در باب ختنه و در باب این در واقع تعمید آب در عهد جدید، اونها رو صحبت خواهیم کرد. بعد من البته خودم میخوام امروز مخالف تعمید کودکان چند تا مطلب رو صحبت بکنم، فقط به خاطر اینکه از دو دیدگاه نگاه کرده باشیم، نه اینکه من خودم نظرم قطعا بر این مورد است. عرضم به خدمتتون که من حرف اشکان رو زود قطع کنم. سه تا کتاب رو میخوام معرفی بکنم که در همین رابطه هست. یکی از کتاب‌های خیلی لذت بردم که به یک نوع دیگه به این مسئله نگاه میکنه. اگر دوستان عزیز گرافیکش رو هم پخش کنن، تو 1000 generation، به هزاران نسل فکر میکنم معناش باشه. نویسندهش داگلاس ویلسون هست، شبان کلیسایی هستش در آیداهو که کتاب‌های بسیار متفاوتی داره، خودش از جزء کلیسای اصلاح شده هستش و توی همین بخش به این مطلبی که اشاره کردید اشاره میکنه و میگه که هر وقت در مورد مسئله تعمید نگاه میکنیم نباید سریع بریم به اون آیه‌هایی که واژه تعمید نوشته شده، بگیم که این واژه تعمید نوشته شده پس بر اساس این بیایم آموزه تعمید رو تعریف کنیم. بعد آموزه تعمید رو در تمام متن‌هایی که در مورد والدین صحبت میکنه، در مورد کودکان صحبت میکنه، در مورد ختنه صحبت میکنه، در مورد عهد صحبت میکنه، در مورد یهودیان صحبت میکنه، در مورد امت‌ها صحبت میکنه، میگه تمام اینها ارتباط مستقیم به آموزه تعمید دارن و اینها رو باید در کنار همدیگه بررسی کرد و اجازه بدیم که الهیات اساسی ما، الهیات بنیادی ما، آموزه های بنیادی ما در واقع تعمید آب رو تعریف بکنه و نه برعکس باشه. یک کتاب دیگه هم هست، کتابچه هست، حدود 32 صفحه بیشتر نداره. Why do we baptize infants؟ چرا ما کودکان رو تعمید یا نوزادان رو تعمید میدیم؟ برایان چپل خودش پرزیدنت کاوننت تئولوژیکال سمینری هستش تو سنت لوئیس، این کتابچه کوچیک رو نوشته. کتابچه بسیار مختصر ولی بسیار مفیدی هست که به اصول اساسی تعمید نوزادان رو بهش اشاره میکنه که فکر میکنم خیلی مفید باشه برای کسانی که اصلا اطلاعات از در مورد تعمید نوزادان ندارن. و یک کتاب دیگه ای که معروف هست به کتاب‌هایی که به زوایای مختلف، آموزه‌های مختلف نگاه میکنن، Baptism 3 Views یا تعمید و 3 دیدگاه مختلف که نویسنده‌های این اشخاص سینکلر فرگسون هست، انتونی لین و بروس ویر که هر کدوم 3 دیدگاه مختلف رو در مورد تعمید نگاه میکنن و هر کدوم نظرات یکدیگر رو در اون نقد میکنن. کتاب‌های بسیار مفیدی هستن. من تشویق میکنم، نظر من
این هستش و دوستان عزیزی که تعمید نوزادان رو سریع رد میکنن من خیلی عصبانی میشم به خاطر اینکه نمیدونن تعمید نوزادان بر چه اساسی قرار گرفته. اگر آموزه‌ای رو رد میکنید حداقل بدونید چرا به اون اشخاص در چارچوب ساختار الهیاتی خودشون اون الهیات به اون آموزه باور دارن. توی کلیسایی بودیم برام خیلی جالب بود که از اعضای کلیسا ایستاد و با پرخاشگری گفتش که صحبت هم بود بذارید من از عقب برم. شخصی که داشت موعظه میکرد شبان اون کلیسا داشت موعظه میکرد و در اون موعظه اشاره کرد که خودم زمانی رسید که کودکان خودم رو در وقتی که نوزاد بودن تعمید دادم و بعد داشت داستانی رو مطرح میکرد و در آخر موعظه این شخصی که اونجا قرار داشت شروع کرد که شکایت کردن که تعمید نوزادان رو من رد میکنم و با پرخاشگری گفتش که اگر پروفسورها و دکترها و شبانهای دیگه بیان بگن که تعمید نوزادان درسته من اون رو از دم رد میکنم. ولی کوچکترین اطلاع صحیحی در مورد اینکه چرا این کلیسا تعمید نوزادان رو رد میکنه نداشت. به نظر من چنین برخوردی با هر آموزه‌ای یک کوته فکریه، یک برخورد جاهلانه است و این تنها میتونه ضربه وارد بکنه به کلیسای مسیح. بدونیم چرا به اون حقیقتی پیش باور داریم یا چرا ردش میکنیم، اصول اساسیشو بدونیم. برای من امیدواریم توی این برنامه حداقل بتونیم این رو هرچند نتونیم و نخواهیم نتونیم 10 دقیقه 15 دقیقه بگیم ولی حداقل بتونیم بگیم دوستان عزیزی که تعمید نوزادان رو رد میکنید بدونید چرا رد میکنید. صرفاً به این خاطر که شنیدید اشتباس این رو ردش نکنید. بدونید با دلایل کتاب مقدسی و صحیح و تاریخی این مسئله رو نقدش کنید. صحبت در باب تعمید کودکان بیشتر در این باب هست. اگه بخوایم بیشتر به لایه درستش اشاره بکنیم در این باب هست که اگر چون ما می‌دونیم عهد عتیق و عهد جدید، عهد عتیق سایه هست و بعد آنچه که در عهد جدید داره انجام میشه در واقع سایه است از آنچه که در عهد عتیق اتفاق افتاده و خدا داره نشون میده از طریق عهد عتیق که چه چیزی در عهد جدید به وقوع خواهد پیوست. و با نگاه و در نظر گرفتن ارتباط عهد عتیق و عهد جدید خیلی از مسائلی رو که ما در عهد جدید کمتر در موردش شاید به دقت و با ریزبینی آیات رو میتونیم نگاه بکنیم، عهد عتیق به کمک ما میاد و میگه شاید اینها دلایلی هستن که در عهد جدید ما این رو میبینیم. اول از همه صحبت سر این هست که در تعمید کودکان در عهد جدید یک ارتباطی رو عزیزانی که بر تعمید کودکان بر این باور هستن میگن که چون در عهد عتیق والدین برای وارد کردن فرزندانشون همونطور که مانا جان گفت از ابراهیم میبینیم خدا شروع میکنه برای وارد کردن و نه برای وارد کردن فقط و برای اعلام این که فرزند ما در عهد خداست، چرا که ختنه نشان دهنده ورود به عهدی بود که خدا با قوم اسرائیل بسته بود. حتی قبل از قوم اسرائیل برگردیم به ابراهیم، ختنه زمان ابراهیم وقتی که وعده به ابراهیم داده شد هنوز موسی نبود، قانون شریعت هم نبود، وعده رو پذیرفت و ختنه رو گرفت. بنابراین ختنه خیلی پیشتر از قانون شریعت قوم اسرائیل از ابراهیم شروع میشه و در قوم اسرائیل هم این یک رواج پیدا میکنه به این معنی که کسی که ختنه میشه وارد شده به عهد. حالا دو تا مسئله که پیش میاد این وسط این هست که اگر تعمید، البته میدونم بیشتر با آیات راجع به این مسئله صحبت خواهیم کرد، ولی اگر ورود به در واقع این ورود به عهد انجام میشه، آیا وارد شدن به عهد به معنای برگزیدگی و نجات و بودن در حضور خداست یا این ورود به عهد نشان دهنده ایمان پدر و مادر هست برای وقف یا دادن فرزند خودشون به خداوند؟ چون که خدا این دستور رو میده به ابراهیم، میگه که این ختنه رو برای فرزندانت انجام بده. پس ولی صحبت بیشتر سر این هست که اگر هم بعد تعمیدی انجام میشه، این تعمید آیا عامل نجات هست یا نه فقط ایمان پدر مادر در ورود به وارد کردن شخص هست. توضیح کوتاه تو این قسمت هم بدم. توی ساختار فکری یک یهودی که از زمینه مذهبی خودش می اومد، این که خدا با قوم اسرائیل عهدی رو بسته و این عهد نه تنها شامل کسانی که زنده هستن و دارن تجربه میکنن حضور خدا رو در اون شرایط خاص در قوم خودشون هست، بلکه با فرزندان و نوادگانشون هم خدا این عهد رو بسته. یعنی شما و نسل شما، همونطور که به ابراهیم گفت، همونطور که به قوم اسرائیل بارها و بارها توی کتاب اشعیا 59 21 ارمیا 32 38 تا 40 حزقیال 37 24 تا 26 این رو میگه با شما و فرزندان شما، با شما و ذریت شما عهد رو میبندن. بنابراین این درک و فهم رو قوم اسرائیل داشتن که ما که از طریق
ما که وارد به خاطر فیض خدا وارد عهد شدیم و این عهد نه تنها با ما بسته شد بلکه فرزندان ما هم از برکات این عهد استفاده خواهند بود و این رو با نشانه ختنه اعلام می‌کردن که ما وارد این عهد شدیم و این عهد رو پذیرفتیم. این طرز تفکر یهودیان قرن اول هم داشت. زمانی که مسیح بر روی صلیب کشته شد و قیام کرد و شروع کردن شاگردان مسیح این رو موعظه کردن، این طرز تفکر برای یهودی که مسیحی شدن وجود داشت. حالا ببینید پتروس این رو چطور تو موعظه خودش میگه که کتاب اعمال رسولان رو اگر نگاه بکنیم باب 2 آیه 39 میگه که از آیه 37 میخونم. چون شنیدن دلریش گشته، داره پتروس موعظه میکنه و به پتروس و سایر رسولان گفتن ای برادران چه کنیم؟ پتروس به ایشان گفت توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرد و عطای روح القدس را خواهید یافت، زیرا که این وعده است برای شما و فرزندان شما و همه آنانی که دورند، یعنی هر که خداوند خدای ما رو بخواند. برای یک یهود ببینید ما گاهی اوقات به متون کتاب مقدس که ریشه در عهد عتیق داریم با مباحث و درگیری‌های مدرن الهیاتی نگاه می‌کنیم. صحبتایی که الان داره مطرح میشه، در حالی که اگر با فهم و درک یک یهودی قرن اول نگاه می‌کردیم این صحبت مطرح نمی‌شد که آیا منی که وارد عهد شدم آیا فرزندان من هم وارد عهد خواهند شد یا نه. مطمئن بودن چون این وعده‌ای بود که خدا داده بود. بنابراین برای وقتی که پتروس میگه که شما و فرزندان و کسانی که دور هستن این وعده هست، برای یک یهودی غیر قابل فهم نبود. میدونستن که پتروس در مورد عهد صحبت میکنه، عهدی که ارمیا هم صحبت میکنه، عهد جدیده. واردش که بشن اتوماتیکوار فرزندانشون و نوادگانشون و آنانی که دور هستن وارد این عهد خواهند شد. صحبت این نبود که آیا یهودیان باید فرزندان خودشون جزء عهد بکنن یا نه. صحبت اصلی مباحثه و جدال اصلی کلیسای اولیه این سر این بود که حالا امت‌هایی که متصل شدن به قوم یهودی فرزندان خودشون رو چگونه انتقال بدن به این عهد. آیا باید ختنه بشن و وارد این عهد بشن یا به نوعی دیگر. صحبت سر این نبود که آیا جزء عهد هستن فرزندان یا خیر. حالا اگر ما یک قسمت رو مطرح کنم بعد شما ادامه بدید. توی کتاب مقدس توی کتاب اول قرنتیان، بذارید این رو هم بخونم ببینید اول قرنتیان باب 7 آیه 14 چی میگه. میخوام این آیات رو که خیلی سریع از کنارش رد میشیم و براش توضیح نمیدیم رو بفهمیم چون ارتباط مستقیم به تعمید دارن. 7:14 کتاب اول قرنتیان میگه چی؟ زیرا که شوهر بی ایمان از زن خود مقدس میشد و زن بی ایمان از برادر مقدس میگردد و اگر نه اولاد شما ناپاک میبودند لکن الان مقدسند. آیا تا حالا از خودمون پرسیدیم که چرا فرزندان ایمانداران که حداقل یه نفرشون ایماندار هستن مقدسن؟ این سوال از خودمون پرسیدیم؟ این مفهوم تقدس رو ما باید در درک و فهم مفهوم عهدی که در عهد عتیق وجود داره و الان وارد عهد جدید عهد تازه شدیم درک بکنیم که این تقدسی که البته صحبت می‌کنم تقدس شخصی و انفرادی نیست بلکه تقدسی که در عهد معنا پیدا می‌کنه. یعنی میخوام بگم که اصول محور اصلی و اساسی تعمید نوزادان بر سر شهادت شخصی و انفرادی کودک نیست بلکه بر اساس عهدی هستش که پدر و مادر در اون هستن و دارن فرزند رو هم وارد اون عهد میکنن که حالا صحبت‌ها بسیار هست. سلام. نکته که شاید قابل توجه باشه این هست که با وجودی که ما ختنه رو در عهد عتیق در توسط ابراهیم و قوم یهود داریم به عنوان علامت وارد شدن به عهد عتیق، ولی ربط دادن این به طور مستقیم با عهد جدید یک مسئله هست که باید یه خورده در موردش بیشتر فکر بکنیم. و اون این هست که اگر نگاه بکنیم در قبل از خود یحیای تعمید دهنده رو اگر نگاه بکنیم یهودیانی بودند که نزد یحیی می اومدن و تعمید آب می گرفتن و تعمید آب حتی الان آیاتش یادم نیست ولی تو عهد عتیق غیر از بخش یحیی و تعمید آب یحیی باز هم ما داریم مواردی رو که شاهد هستیم و صحبت یحیی این بود که بیاید توبه کنید و تعمید آب رو دریافت بکنید. اینجا هنوز مبحث وارد شدن به عهد جدید از طریق تعمید آب نبود بلکه بخش توبه و بخش پاک شدن بود. پس نمیگم باید رد بکنیم بنا به این استدلال که عهد عتیق و ختنه عهد عتیق با تعمید آب عهد جدید در تناقض هستن و به هم ربطی ندارن، ولی نمیتونیم هم بگیم پس حتما ختنه فقط
عاملی بود، یعنی عامل ورود به عهد عتیق بود، پس تعمید هم عامل ورود به عهد جدید هست. چون برای کودکان انجام میشد، این هم باید برای کودکان انجام بشه. ما هنوز بحث تعمید آب رو در عهد عتیق توسط یحیی و کسای دیگه داشتیم و تعمید آب فقط یک کار مصنوعی نبود، بلکه به معنای توبه و بخشش گناهان بود. که البته یحیی میگه بعد از من کسی خواهد اومد که نه به آب بلکه به آتش. اینجا صحبت تعمید روح پیش میاد که اصلا روح خدا بخشیده میشه و حیات تازه و بقیه چیزها که در مسیح میاد. پس نمیتونیم من فقط این رو دقیقاً به این وصل بکنیم و بگیم این خطه. در کنارش هم اگه بخوایم دقت بکنیم توی عهد جدید ما خودمون آیاتی رو نداریم یا استناد مستقیمی نداریم به اینکه حتما مسیح یا اعضای کلیسا میخواستن فرزندان وارد چیز بشن، وارد عهد جدید از طریق تعمید بشن، ولی تعمید داده میشد. کلیسا رو میبینیم که با تعمید این در تعمید میبره و یک صحبتی هم هست که کالوین میکنه در مورد دعوت مسیح و بچه‌ها برای ملکوت که اون هم یک مسئله است که میتونیم راجعش بیشتر صحبت بکنیم، ولی فقط میخوام بگیم اگر داریم اون رو صحبت میکنیم به دیدهای اینجوری هم نگاه بکنیم و همونطور که جان گفت متفکرانه هر دیدگاهی رو بررسی بکنیم. درست. من فکر میکنم حالا به جای اینکه بیایم جاهای زیادی هست که کتاب مقدس میگه که خاندان فلانی رو هم تعمید گرفتن. مثلا تو اول قرنتیان 1:16 میگه که خاندان استیفان تعمید گرفتن، یا جاهای مختلف هست که او و اهل خانواده‌اش تعمید گرفتن. خیلی از مباحث بر سر صحبت‌هایی هستش که اصلا تو کتاب مقدس مطرح نشده. از کجا میدونید در این خاندان کودک نبوده؟ از کجا میدونید بوده؟ از کجا؟ من فکر می‌کنم اینجور مباحث زیاد نمیتونه دلیل محکمی باشه. من باز برمیگردم، هر وقت در مورد تعمید نوزادان صحبت میکنیم باید توجه داشتیم که اصول اساسی اون یا محور مرکزی اون یا اون چارچوب داربست اصلی تمام آموزه رو باور و فهم و درک ما از عهد تشکیل میده. وقتی که این بخش ها رو و قسمت های دیگر رو توی عهد جدید و کتاب اعمال رسولان نگاه میکنیم متوجه میشیم که باور و ایمان آوردن یک شخص همراه تعمید گرفتن یک خانواده است. آیا این رو میتونیم بگیم که تمام خانواده ایمان آوردن؟ بله، این ممکنه یک احتمال باشه، ولی این رو هم به یاد داشته باشیم که اگر با مفهوم و درک فهم عهد این رو نگاه بکنیم میتونیم این رو هم به همین سادگی نتیجه گیری رو بکنیم و برداشت رو داشته باشیم که درک و فهم کلیسای اولیه از عهد زیاد متفاوت با درک و فهم یهودیان پیش از عهد جدید نبود. آنها همون فهم و درک رو داشتن که یهودیان داشتن. تازه باید این عهدی که در موردش صحبت میکنه کتاب عبرانیان عهد بهتری باشه. عهد کهنه عهدی بود که نمیتونست ما رو نجات بده، عهد جدید عهدی هستش که کامل برکاتش هم خیلی بیشتره. چطور میتونه عهد عتیقی که اونها درش بودن و فرزندانشون هم شامل میشد و کتاب عبرانیان میگه عهد جدیدی که به مراتب بهتر هست، این اساسی ترین بخش رو که ورود فرزندان و نوزادان به عهد بود رو از دست بده؟ چطور میتونه بهتر باشه؟ یعنی میگم اینا باید از جوانب مختلف بهش نگاه کرد و متوجه شد که تعمید نوزادان رو به همین فقط به همین خاطر که یک شهادت شخصی وجود نداره ردش بکنیم، چنین چیزی نیست. و کنارش هم متذکر بشیم این نکته هم که به نظر من یه خورده شاید فلسفی ورود داخل کردن پدر و مادر در واقع وارد کردن بچه به عهد برای این باور هست که پس بحث عهد هست، بحث وارد شدن به عهد هست. ما داریم برعکس استدلال میکنیم. اول نتیجه رو گرفتیم، حالا میگیم اینا اثباتش هست و نمیتونیم اینجوری هم خیلی یک طرفه به قضیه نگاه بکنیم. البته صحبت ها زیاد هست، ببخشید وقت کمه نمیشم زیاد توضیح بدم. عزیزی که الان بچه کوچیک دارن خیلی گیج نشده باشن که باید چیکار باید بکنن، ولی همونطور که دوستان عزیز گفتن، برادر عزیز گفتن، در مورد هر کدوم که اگر میخواین قبول و یا رد بکنین یک مطالعه‌ای داشته باشین و بعد هر کاری که می‌خوایم بکنیم. دوستان عزیزی هم که مسیح ایمان آوردن فرصت تعبیر رو ندارن، خداوند ما خداوند بزرگی هستش، در ایمان استوار باقی بمانید، به فیض خدا فرصتی هم خواهد شد که شما هم تعمید بگیرید و ایمان خودتون رو هم شهادت بدید. فقط بگیم که تعمید آب نشانه نجات نیست. اگر نداشتید یا اگر به صورت فرزندان کودک بودید نداشتید، فکر نکنید که نجات ندارید. ما نرسیدیم بیشتر اینو باز بکنیم، ولی از این برای ما هم در دعا باشید که از سرفه‌های ما لاغر برای هفته آینده راحت بشید. روز خوبی رو داشته باشید. شما رو هفته آینده در همین ساعت در همین شبکه می‌بینیم. خدا نگهدار.